جی عراقی ویتاریان بری خواب دن روشال غزه لغزه جیش خواه شر و آلوزی آلنا و غزه هین هر کود چه گورتر دبه هر داوی وزیر پاراسانی دولت نیگبون آمریکا لیلیوت آوستن جاره کدن بری خواه دابو اسرائیل او به همپیشه خواه اسرائیل لور جویان ده جوینه ده آوستن جه همپیشه خواه دخوازه که ده ایریشن خوین لسر حماس ده هنه که بالی بکشن لسر سیویلان او هنه که دوی مجاره ده جی بالدار بن لی هم وقتی ویه که وزیر اسرائیلی تقاضی لسر ویه که دکه ده پیواجوه شری لگل حماس ده او در بازی قناخه که نو دبن دنه وان روشوه هی همو ده جمارا فلسطینیان که ده شری لی اسرائیلی ده شهر اسرائیل لسر حرم ده جیانا خواج دست داین 19,000 در باز کرد. وزیر پاراسنی آمریکای لوید آستن ده هفدیتین خوین لتلاویوی ده پیام دا کو اوی پیشگیری اسرائیل بدومینن. هم وقتی به بانگا زیده کرنا آلیکارین جبوگل فلسطینیین لشری ده غزای جکر. آستن لتلاویوی به هم پیشه خواه اسرائیل یو افغانلاند را هفدیتن کرد. And the entire world, what it means. پشتی هفدیتین هر دو وزیران جوینه که چاپمنی یا هفبار هات لدارخستن. And I know how terrible these days have been for the Israeli people. آستن دیار کرد که واشنگتن دوست هری مزین اسرائیلیه و دیار کرد که اوی شاندنا جبلخانه وسایت تاکتیکی و پرگال پاراسنه هوایی گرینگ بدومینن. آستن آنی زمان دوی آلیکاری مروی جبو نیزی که 2 میلیون کسین کل زیوالا غزای جیه و وارین خوابونه ورن پیدا کرن و باشتر وره بلاو کرن. Our common enemies around the world are watching and they know that وزیر پاراسنی اسرائیل گالان جی دیار کرد که اوی گاو بگاو در باس قناغ گنو یا شری لغزای ببن. گالان دا خویا کرن که اوی ده دمک نیز ده کاربن دورن جدا یه غزای جهو خود بکن. لگوری دانین وزارت تندرستی شریا روژاوا دو اپراسیونا ایرو یا ارتشا اسرائیل یا لکامپا پنابرانا الفاری آیده 4 فلسطینی هاتنه کشتن. لگور دانین که وزارت تندرستی یا حماسی پاروکری جمارا فلسطینیین لشری دا غزای هاتنه کشتن گیشتیه 19,453 هر وها 52,286 کس جی بریندار بون. جشری هفته جد مهه یا به دست بگیرن حماس لسر اسرائیلی را 1200 اسرائیلی هاتن کشتن 240 کس جی جعالی حماسی و دیل هاتبون گرتن.